برای اطلاع از نحوه تشکیل کشور پاکستان اول باید به کشور هند نگاهی بندازیم. بین هندوها و مسلمانهای این کشور تا سالهای سال جنگ بود. آدمها حتی دوستای خودشون رو هم به خاطر این عقاید و اعتقادات متفاوت می‌کشتن. هندوها و مسلمانها تو هند شهرهای خاصی برای خودشون داشتن و تفرقه تو کشور هند بیداد می‌کرد. چودهاری رحمت علی تو کتابی که در سال 1933 نوشت اولین بار از کلمه پاکستان استفاده کرد. کلمه پاکستان از ترکیب حرف اول شهرهایی که جمعیت مسلمانها توش حد اکثر داشتن ساخته شده بود. حرف پ مخفف ایالت پنجاب، حرف الف مخفف منطقه افغانستان، حرف ک مخفف ایالت کشمیر، حرف سین مخفف ایالت سند و حروف تان هم نشونه بلوچستان بود. بعد از اینکه تو کتاب رحمت علی به کلمه پاکستان اشاره شد، مردم این کتاب این کلمه رو پذیرفتن و تو کل کشور مدام ازش استفاده می‌کردن. با این حال هند از سال 1843 تحت حمایت بریتانیا بود. حتی اگه پاکستان رو به عنوان یک کشور قبول می‌کردن، رسیدن به این آزادی بدون اجازه بریتانیا غیر ممکن بود. بریتانیا هم هندوها و هم مسلمانها رو مستعمره خودش کرده بود و شرایط زندگی تو کشور هند رو خیلی سخت کرده بود. انگلیسی‌ها اهمیتی به زندگی این مردم نمی‌دادن و باهاشون تو کشور خودشون مثل یه خارجی طبقه پایین رفتار میکردن. بریتانیا بعد از جنگ جهانی دوم ضعیف شد و دیگه قدرتی برای کنترل هندوستان نداشت. به خاطر فشار مسلمانها و به طور کلی به خاطر خواست هند برای استقلال، این کشور تو سال 1947 به استقلال رسید. اول پاکستان و بعد هم هندوستان از زنجیرهای اسارت نجات پیدا کردند. پاکستان اسمی بود که بیشتر از 20 سال به 2 منطقه مختلف تو شرق و غرب آسیا داده شده بود. اما سال 1971 به خاطر جنگ داخلی پاکستان شرقی به طور کامل از پاکستان غربی جدا شد و تبدیل به کشور بنگلادش شد. در حال حاضر مرز بین هند و پاکستان تنها مرز ساخته دست انسان است که از فضا دیده می شود. این مرز که به طول 3200 کیلومتر از جنس سیم‌های خاردار و توسط کشور پاکستان ساخته شده، در طول شب روشن میشه تا هیچ نقطه تاریکی وجود نداشته باشه. به همین خاطر وقتی از فضا به این مرز نگاه بکنیم، این مرز نارنجی رنگ و تبعیض‌آمیز که به خاطر نفرت مردم از هم کشیده شده رو خیلی راحت میتونیم ببینیم. زبان محلی پاکستان زبان اردو هست، ولی به خاطر اینکه در زمان حاکمیت بریتانیا در این سرزمین‌ها بیشتر از زبان انگلیسی استفاده می‌شده، زبان انگلیسی دومین زبان مورد استفاده این کشور شده و در کنار زبان اردو به عنوان زبان رسمی به کار برده میشه. پاکستان در حال حاضر 212 میلیون نفر جمعیت و 881 کیلومتر مربع مساحت داره. با این حال فقط نیمی از این جمعیت سواد خوندن و نوشتن دارن. پرجمعیت ترین شهر پاکستان کراچی با حدود 15 میلیون نفر جمعیت هست و همچنین پاکستان ششمین کشور پرجمعیت دنیاست. اگه بنگلادش هنوز بخشی از پاکستان بود، جمعیت این کشور 379 میلیون نفر و مساحتش هم بیشتر از 1 میلیون کیلومتر مربع میشد. پاکستان یکی از 9 کشور دنیا هست که سلاح هسته‌ای داره و تنها کشور اسلامی هست که به این قدرت دست پیدا کرده. این کشور با 919 هزار سرباز ششمین ارتش بزرگ دنیا رو داره. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده آمریکا توی سخنرانی در سال 2015 پاکستان رو پناهگاه امن تروریست ها خطاب کرد و گفت پاکستان خطرناکترین کشور برای گردشگرهای آمریکایی است. سال 2014 گروه تروریستی طالبان افغانستان به یه مدرسه تو پاکستان حمله کرد و تو این حمله 148 نفر به طرز فجیعی کشته شدند. از این تعداد 132 نفر کودک بودند. طالبان این حمله رو به خاطر انتقام از والدین این بچه‌های بیگناه که به آمریکا کمک کرده بودند انجام دادند. پس از حمله القاعده به برج‌های دوقلوی آمریکا تو سال 2001 به رهبری اسامه بن لادن، ایالات متحده آمریکا با جدیت دنبال این رهبر القاعده بود، به حدی که FBI اعلام کرده بود هر کسی بن لادن رو براش زنده یا مرده بیاره بهش 25 میلیون دلار جایزه میده. بن لادن مدت 5 سال تو امارت خودش تو ایبوتاباد پاکستان اقامت داشت. در حال حاضر پاکستان قصد داره تا تو محل این امارت
یه شهر بازی بسازه. تو این شهر بازی قرار انواع تفریحات مثل باغ وحش، کوهنوردی و زمین گلف کوچیکی وجود داشته باشه. پاکستان از نظر جغرافیایی شگفتی‌های زیادی داره. در حالی که زیبایی‌های پارک ملی دیوسایی چشم نواز هست، در کنارش وادی آیون و وادی بمبوریت هم وجودتون رو پر از آرامش میکنه. علاوه بر این معماری پاکستان هم حرف واسه گفتن زیاد داره. دیوارهای قلعه رانیکوت که بزرگترین قلعه دنیاست 26 کیلومتر طول داره و دیدن کاخ شیشه که به دستور شاه جهان به تقلید از تاج محل ساخته شده و به اسم شیش محل معروفه، خالی از لطف نیست. بزرگترین جنگل مصنوعی دنیا، جنگل چانامانگا، یکی از نمادهای کشور پاکستان هست. از جنبه‌های منفی پاکستان برای گردشگری، آلودگی هوا و بوی بد هوا هست. طبق گفته‌های توریست‌هایی که به پاکستان رفتن، بوی بد هوا سخت‌ترین چیزی هست که تو سفر به پاکستان باید بهش عادت کرد. در کنار اینها کیفیت آب شرب و آلودگی صوتی هم خیلی پایین‌تر از استاندارد جهانی هست. سال 2010 به خاطر بارانهای موسمی تو پاکستان سیل اومد و این سیل بزرگترین فاجعه طبیعی هست که این کشور تا به حال به خودش دیده. حدود 20% از کشور تحت تأثیر این سیل قرار گرفت، در حالی که 2000 نفر جونشون رو تو این سیل از دست دادن. 20 میلیون نفر هم به طور مستقیم تحت تأثیر آسیب‌های این سیل قرار گرفتن. خسارت ناشی از سیل هم حدود 47 میلیون دلار بوده. در حال حاضر بزرگترین مشکل پاکستان اعتیاد به مواد مخدر هست. سال 2015 گارد ساحلی هند یک کشتی حامل محموله هروئین رو با حدود 200 کیلوگرم هروئین به ارزش 100 میلیون دلار متوقف کرد که تو مسیر رفتن به پاکستان بود و این کشف بزرگترین کشف محموله هروئین تو دنیا بود. علت وجود این حجم از هروئین تو پاکستان به خاطر منطقه‌ای به اسم هلال طلایی هست که از ایران و پاکستان و افغانستان تشکیل شده. منطقه هلال طلایی 90% از تولید مواد مخدر دنیا رو پوشش میده و تقریبا نیمی از این مقدار از طریق پاکستان قاچاق میشه. به همین خاطر تو پاکستان تو هر گوشه و کناری میتونین شخصی رو پیدا کنین که در حال فروش مواد مخدر هست. چون مواد مخدر همونجا تولید میشه، به همین خاطر قیمتش هم پایین و مقرون به صرف است. این شرایط باعث شده تا پاکستان تبدیل به کشوری بشه که بیشتری مصرف هروئین رو تو دنیا داره. تو پاکستان هر سال 44 تن هروئین مصرف میشه، در حالی که این مقدار یکم بیشتر از 10% هروئین مصرفی دنیاست، ولی 2 برابر میزان هروئین مصرفی آمریکاست. پاکستان سالانه به طور متوسط 2 میلیارد دلار برای هروئین هزینه میکنه. بر اساس گزارش‌های سازمان ملل متحد، بیش از 4 میلیون نفر از مردم پاکستان به مواد مخدر اعتیاد دارن. تو مناطق جنگلی تعداد معتادها فوق‌العاده زیادتر هم هست. از هر 10 نفری که تو مناطق مرزی زندگی میکنن، 1 نفر معتاد به مواد مخدر هست و این اعتیاد مشکلات دیگه‌ای رو هم به وجود میاره. همونطور که میدونین، رایج‌ترین روش مصرف مواد مخدر هم از طریق تزریق با سرنگ هست. بر اساس مطالعه‌ای که تو سال 2012 انجام شد، از هر 4 معتادی که از سرنگ استفاده میکردن، 3 نفر اعتراف کردند که از سرنگ مشترک استفاده میکردن. به همین خاطر تعداد افراد مبتلا به بیماری ایدز از 11% تو سال 2005 به 40% تو سال 2011 افزایش پیدا کرده. قیمت هر گرم هروئین تو خیابون‌های پاکستان حدود 2 دلار هست، در حالی که این قیمت خیلی کمتر از میانگین قیمت هروئین تو اروپا هست که حدود 35 دلار هست. در حال حاضر بودجه‌ای که کشور پاکستان برای مبارزه با مواد مخدر تخصیص میده خیلی کم هست. حتی مراکز کمک رسانی به مبارزه با مواد مخدر هم به خاطر مشکلات مالی در حال بسته شدن هستند. پاکستان یکی از عجیب‌ترین کشورهایی بود که خیلی دوست داشتن در موردش بدونن. اگه دوست دارین درباره کشور دیگه‌ای براتون ویدیو بسازم، تو قسمت نظرات اسم اون کشور رو بنویسین. خیلی ممنون که تا آخر این ویدیو همراه ما بودین. اگه از این نمونه ویدیوها خوشتون میاد، حتما ویدیو رو لایک کنید، به دوستانتون به اشتراک بذارید و در قسمت کامنت حتما نظرات خودتون رو بنویسید. با تشکر.